برکه رو زمین گوه از بستونم بخواه که زمین کفتن آقا تاشم گوه میرونو سگو کالار زاده هم بودی مستم مدام سرا شما در زانو من خودتو با پا خواه میدی کی؟ یا گیلک جو بیا که تو خیلی نه نیلیلا جانجر تیارست نیلیلا خیریاتی جانجر نیلیلا استنی گیلک جو کجایی بچه؟ خیریاته جانجر تیارستی جو بدی باز ازی برمیایی و خدا و سهرا بدم مرار دیگه همه تا بگشته گردین دیگه چیکار کنین سهرا گاهی وقتی شیلیا گاهی وقتی ماشا کنجتا ارزنا خرت پرتا آشغالا قشادا گو گیلک جو برار تو رمضان کجاه؟ چی؟ برار تو رمضان برام رمضان؟ رمضان فکر کنم کمال گفته که من میدونم تا به سرا خسر خوب زوغلره میایم سکو گیلک جو امی یک لطفی به ما بکو امی زمین ما بمونده میته بیگورونده او هم بعد آدمان یان غریبه دیگه خوش میشه امی گواه خورا اگه برای امروز بدی برای تو پولم میدم گوبندا ها اردوی مشکل نداره پول بده برو بفهمیدی تا کی می تو نمازدگه بفهمیدی برو الان حالا کم سکو روز په کجاه یعنی کمی جهاد کنی 2-3 ساعت بیشتر نمیشه دیگه نمازشون بشه ها امنا رو بعد برای ما بیار اگانی من تو گوشنه نم سبست چیزی پیش گواه من ندی که باور میکنی نیلی گوار از تو بیشتر مایم سکو که توشته پینجه این نوی میدم کمال از تو آنه سکو آنه میچله دیگه بیشتر نمیچله نه نگاه کو میگه میچله دیگه بفهمیدی گیلک جو انا فقط نمازدگر وقت میارم گواه شما رو اینجا بستم دل جان با ما شکم اینا سر میکنم ما مثل دیگه هم شایانیم دل جان بریم دمی که گواه خلاص شیرینی نمیدی با خب تو حال برین گوار با ما بده که من زمین ما گورونده شما تو 20 دیگه هم میدم یعنی که تمار یالا نمیکنی بریم چرا استاد میشی دلدلک میکنی دیگه برین که روز میره الا دختر تو را مایم چی میگی چری بم مخیشی خونه میگی مکه بم چپ بعد کار کنیش بیان برات کلیتو نگم ایلا اینه جو چپ بعد چپ کجا میری؟ چی؟ کجا میری؟ ای جا میرم تا غله ایلا به گوبندا که ببودی علف بنختی میای سبس بنختی به گوبندا به گوبندا؟ دیگه همون جفت گو به گوبندا خب گوبندا که به پیش از اونه به پیش کی نه؟ خب سر صبح نیلیلا بیامده گفته که بودم و گفته که خیلی دیره بیامد گفته که انه به تو پینجه هم میدم همین گواه خود بده که ما برو منه زمین ها خود ما چون گورونی میکنه که او انداختیم گوبندا رو بوده گفتم سبس بندازی بینا که گوش نه گواه ما گفته خوبه گوار بدهی به دست نیرالله ها ببرید دیس از سر میارم برای رمضان بگفتی ببردی بدهی نه خود رمضان بخونه خسر خونه را خب 20 از گوبندار بدهی به دست نیرالله که برای زمین ها خوب گورونی کنه خب رقیف پینجه هم بداد گردانه بابا اگلنگ هم خاص کرده باشه شرق بی ایلا آخه گوار نمیدادی چرا؟ خود چری داره اما دگم تالی گوار خود دست کسی بدادی که برای زمین ها خوب گورونه بابا سبیس من شکمای نگاه شکم تو بیشتر سر میکنم خوشیه باش که ما برو منو بلالا بگو بیا پیش خود ببینی گوار بیا به نیرولا دهی ها مالا گپ نمیگی بیا ماما قررتی ماما بیا سیزبال چپ دنبه سرخ دنبه بیا یعنی عجبم سایا ما داری انی برو ردی کارتو کاره که جی؟ استنی جه بگو جلدی خیلیتی خیره تیار هستی شکر بسی یک دقیقه میگو جمع گل یک سوال من از شما بکنم از شما برارا مفخور شما کی به می دیخو به می منطقه خو صاحب یک توقاچی میشین صاحب یک عره میشین صاحب یک بله میشین صاحب یک کندی گورونی میشین که میایین برار تو نولولا میای و برار مگلک پینجهی میدن جفتگاه مارور میداره میبره زمین ها خو گو میرونه این تکارا مفخوری نکنی و شما نمیایه خجالت کشیم تارتوقا همی ترز میدی بغذار مار بگه بغذار اگر
گورونی میشیم و چه کار میشیم و فلان میشیم. چه کار کرده برار من نیرولا؟ نیرولا بیامده بگی لب ساده برار من پینجه داده گوه ما را رشته ببرده که زمینه خو گورونه بابا بریم بخری نکنیم به این شکمات کتی خود پولار هرچی میشه میخوریم بریم به خود خود گوه بخریم. حالا چه کار میشه؟ بیخی برای 3 ساعت بستونده چه کار میشه؟ می همسایه داری اما ما مانشون گوه خیرتی آوردیم که هر کی ببره زمینه خو گورونه خیرتی که نیه لالا. شما همسایه ما کی خیلی میبینیم ما؟ ما از شما چی خیلی دیدیم؟ ما از شما چی خیلی دیدیم؟ ما برای 3 ساعت برار ما گوار بستون نشتی توی تقیقه داد میکشی و صدا خور به سرخ میندازی بعد کجی؟ رات کار خوب رو تارتو چرا میزنی؟ نه من حالی برو به رمضان بگم اگه نیرولار به تا زمین فرشی زمین نکردن برو بگو به هر کی رنگ گفتی برو بگو برو دیور تو نگاه کو میای دیگه قیقه داد میکشه لالا با کجا بودین شما؟ سرای خصور خورفتون خصور من آجور بود براتون چرخی به دیدن لالا به شما یک رفته بگم خوب گیلا قرار کرده نیرولا بیامده به پیش گیلا بری و پینجه ای داده قرار کرده سر رده بخیلی چرو کرده گوار بستونده بورده قرار کرده زمینه خو گو میرونه به گیلاک میگن چریت کاری کدی میگه همسای مانه نیرولا قمه داده گو بندر برده گردانم بان عردود تو به کجا بوده گو بندر که به دست از میداد آخی تو به کجا بودی؟ ما بریو گفتون گیلا گفتگو گفتون گوار ببردی سبه سوالاف بندختی گفتن نه گفتون چری گفتن نیرولا بیامده گفتن پینجه هم از تو برو گواه بده برای 1 ساعت که من برفتم به دیدن خصور خورفتم آن گو بندر بداده به دست نیرولا که دل بند گو بندر بندازه نیرولا آخه تو که آدم شیار خو میستدی به پیشی اون نمیخدی که گوار بده به دستی شما لالا یک گپا نمیزنی من که به پیش گواه مخیرده نبودم که من نمیقشتون گیلا گوار بده بری نیرولا حالا کم بداده بریم بستونی که کار سختی نیه بری پیش نیرولا بگیم چری تو گواه ما بیا بده گیلا بستوندی دیر که نشده گردن ما بند شما میگین تو میسیدی نیرولا به پیش مبرد یک خر مرده نه من به نیرولا نمیدون نیرولا نمیشکاشم تو که خر مرده نمیدی من مرغ مردر به نیرولا نمیدم من گو بندر خور میدم به دست مردم که ببینم زمینا خور به من گورونی کنم جمع گل براری ماست بر بدن عقلی اونا همه تا مفخوری عادت کردن بری لالا گوار بستونی بری تو گیلا که بیاری بدی به دست من که خوب امروز دل خور موالی و یک کنی میره از دهان از زبون اگه من ننداخت کن هرچی مستی بگو با همین تا عقلی نمیکشه 2 لک بیپه که واقعی ماتی نه با تو کی گفته؟ باش با تو کی گفته که تو گوار برو به پینجاری به گیلاک بستو بیار اینجا به ما گورونی کو چه ترکتول نمیگیری بخو های همسایه‌داری ما چکار شد رفاقت ما چکار شد یک روز که من گواه تو رو به کار داشتم تو بیامدی با سر مقال میکنی و خاطر گواه خو سرکار چی توریش باشه به تلویزیون خو میارزه گیلاک سر بزی گپا چی میشه تو جوفکای مروردش بیاردی ما آدم کلون برار نامه تو نمیدی من یک مسئولیتی نکردی که میگه تو رو ببریم یا نه ما شما اونجا با تا زمین پرته آخه ما کو پرسان کردم برار تو رمضان کجای گفت نیه به سرا گفتم خو خیر از این اونجا کو در کو بیارک که برم همین زمین خورم گورونو حالا ما کم گناهکار نه بارش میبارم ما شما با تا زمین پرته و تو به گپ میفهمی یا نه پینجری به برام پول میده 500 روپیه مگر به شکم گواه کنم چی رقم آدمید تو بسته می زمینا خورم به می گورونی کنی حال یک روز کمی گواه تو رو بیارن قیامت کنه نمیشه برار آمده دیگه یک روز برو کاکا جو ترکتول بگیر بخو من به تو خط دادم که گواه خور میدم به دست تو میدم خرمن شلی ما اونجا پرته ماشا اگه بارش کنه همه سوز میکنه تو به گپ میفهمی یا نه همین 10 روز دیگه شما با کجا بودین که این ماشا خلات نکردین همین امروز مونده بود که من همین زمین خور گوراندم با شما بیام برات همین گواه خو اومدین اصلا همی به خود من مربوط میش یا نه امرو نه دیرو پری رو پیش پری رو 10 روز دیگه اختیار خرمن خود دارم اختیار گواه خور دارم نمیدم به کاسلالو تمام همین شهر ترکتول برداشته همین زن نفیس نیه که ترکتول چرا نمی ترکتول نمیگیری
لالا رمزون حال که من می گوات رو بیاوردم بگذار کمی تا نمازگار می پال خلاص چیزی به تو بگم به تا میدی ما چند تا ترکتول اخور دو کلون چه نمیری سر کی سروانه میکنی با بال ترکتول پول نمیدی ها جام کلا که واکو چوب گورینی خو واکو حالا نمیگذره می تا نمازگار خلاص نیم ساعت نمیزن تو تا نمازگار میگی دمی بده تو ما با توی سر تو خیلی حساب میکردم من میگفتم تو همین دیوار مونی همسایه مونی خود مونی برو بران و پینجاری به پول بده و چام فلیپ جفکا و عجیب است دیوار و همسایه داری میتنه و بابا تو هم نمازگار کو امروز می گواتور بیاوردم بگذار که من می گورونم مرتضی مریلا که نمازگار خود می گواتور من دگه بیزارم که بدم سرش ولاد خدا 10 دقیقه نمیذارن که دگه کندر بخلونی به زمین عجب آدمی ای زود با گوار دهن زبون بنده بگو من یک چیزی به تو بگم 500 روپیه کارای می گواتور بدم لالا برو کاکا من خیرات خورم تو اول میامدی از من اجازه میگرفتی 2 روز کامل گوار خود میدادم به دستم برو 500 روپیه شامپو بخر سر خود بشین که به تو نشوری برو کاکا برو گوار واکو